درود و صد بدرود خدمت عزیزانی که جوشکاری آرگون رو دوست دارن، علاقمندن. بازدیدها خوب بود خدا رو شکر، برای همین گفتم شروع کنم یه ویدیو دیگه بگیرم. برای شروع کارمون قبل از هر چیزی نیاز به لباس برزنتی قرمز رنگ داریم. لباس قرمز باعث میشه اون تشعشعات جوشکاری آرگون آسیب به بدن نرسونه، به پوستمون، به بدنمون نرسونه. و بهترین کاری که میتونیم بکنیم اینه که 2 دست لباس قرمز داشته باشیم، هر از گاهی اینو تغییرش بدیم، شستشو بشه، لباس قرمز بعدی رو بشوریم استفاده کنیم. امروز توی کارگاه دیگه هستم. این کارگاه کارمون اینجوریه که جوشکاریمون نیاز به فیلر دادن نداره، فقط جوش و 2 قطعه‌ای که مونتاژ شده قبلا، این 2 تا قطعه رو روی هم اوورلپ میشه و جوش ریخته میشه، لبه بالایی رو ذوب میکنیم، رو لبه پایینی میریزیم و یه جوش یک نواخت و خیلی خیلی زیبا به دست میاد. این ساده ترین نوع جوشکاری آرگونه که قطعه رو لبه ها رو ذوب میکنیم، روی همدیگه قرار میدیم و نیازی به فیلر یا نیازی به همون الکترود نداره. تو جوشکاری آرگون برعکس جوشکاری برق تورچ داریم و تورچی که داریم الکترود آب نمیکنه، یه قطعه داخلشه، یعنی اون که باعث میشه قوس الکتریکی به وجود بیاد بهش میگن تنگستن. یه فلز خیلی خیلی مقاوم و محکمه در برابر حرارت و گرما، یکی از قوی ترین فلزات دنیاست تنگستن رو باید هر از گاهی نوکش رو تیز کنیم، چون به مرور زمان حرارت باعث میشه نوک تنگستن پهن میشه و برای قطعه‌های مختلف یا فلزات و عناصر مختلف نیاز به تنگستن‌های مختلف داریم. برای استنلس استیل، این چیزی که الان من کار کردم، تنگستن نوک قرمز داریم که ته تنگستن با رنگ قرمز علامت گذاری شده. برای آلومینیوم، اگر بخوایم آلومینیوم جوش بدیم، باز تنگستن نوک سبز نیازه. برای فولاد یا کربن استیل، اینا دوباره تنگستن‌های مختلف دارن. پس اولین کاری که مهمه تو کار جوشکاری اینه که یه لباس قرمز داشته باشیم، برای اشعه از خودمون دور کنیم، محافظت کنیم از بدنمون، تنگستن رو بشناسیم و نوع و عنصر فلزات رو بشناسیم و خیلی هم مهمه که زیر قطعمون حتما تمیز باشه. جوشکاری آرگون باید زیر قطعه تمیز باشه و براق، که اون اکسید شدن فلز باعث میشه جوش ما خراب بشه، پس باید حتما زیرش تمیز باشه. یه 2 تا مورد خیلی سطحی بود و ضمناً جوشکاری آرگون برعکس جوشکاری دیگه، چون نور زیادی داره لحظه جوشکاری، باعث میشه چشم آدم برق بزنه. بهترین نوع شیشه ماسک شماره 12 است. ما برای جوشکاری برق میتونیم شماره 9 استفاده کنیم، جوشکاری 3 و 2 میتونیم 10 استفاده کنیم، ولی برای جوشکاری آرگون بهترین نوع شیشه ماسک شماره 12 است که شماره 12 باعث میشه که آسیب به چشم ما نرسه. در پناه خدا باشید، موفق و مؤید. دوستتون دارم.